سلام خوشگلای جذاب، بریم با هم با یه تکنیک خیلی آسون این کاش جذاب و تمیز رو بزن بریم. قالب اندازه و فرم ناخن رو تا انتخاب میکنی و با یه لاک ژل جذاب قسمت بالایی ناخن تو پر میکنی و با قلم آمبره اونو فید میکنی و بازم یه لایه دیگه میزنی و با قلم آمبره اونو فید میکنی و خشکش میکنی. مرحله بعدیش یه لاک نود پیدا میکنی و قسمت بالایی ناخن رو میزنی و بعد همچنان با قلم آمبره اونو فید میکنی. در آخر کل قالب تو جلوی یوری میگیری 60 ثانیه که کاملا خشک بشه. بعد از اینکه خشک شد میریم برای مواد گذاری. خب شروع میکنیم و مقداری ژل ناخن رو قسمت بالایی ناخن قالبیمون میذاریم و اونو با قلم تمیز و قشنگ فید میکنیم به طوری که قسمت بالای ناخن کاملا حرفه‌ای مواد گذاری شده باشه. در آخر قالبمون رو با زاویه 45 درجه روی ناخن میذاریم و به قسمت ریشه ناخن بالا میبریم و بعد ریشه ناخن کاش شدمون رو کاملا خشک میکنیم. بعد از اینکه ریشه ناخنمون کاملا خشک شد میایم و قسمت زیر ناخنمون رو با قلم تمیز میکنیم، چون بعد از اینکه کاش زدیم قسمت زیر مقداری مواد جمع شده و یه حالت نامطلوبی به کاشتمون میده. بعدش یوری رو زیر ناخن میگیریم و بعد قسمت بالایی رو میذاریم 60 ثانیه بمونه که کاملا خشک بشه. خوشگلم، اگه ویدیو برات مفید بود حتما لایک کن و سابسکرایب یادت نره.